کافی است زبان گم شده گفتگو با او را پیدا کنید تا او از اولین واژه حرف آخر را بخواند. او سخت و بسته نشده، در یک نقش جا نیفتاده و در پیله یک موفقیت نپوسیده است. او بازیگری است که نقش را خیلی خوب در می آورد. بازیگرانی که امکانات دیگر خود را جستجو می کنند هیچ وقت تکراری نمی شوند و بخشی مثل سالها پیش تازه است. از صحبت‌های بهرام بیضایی در مورد عنایت الله بخشی. در این مجال به بازیگری که نقش‌های ضد قهرمان در سینمای ایران است که روی به سوی نقش‌های مثبت داشته است پرداختیم. از اینکه با سابسکرایب کانال از ما حمایت می‌کنید بی نهایت سپاسگزاریم. فقط اوامر اون میتونن ترتیب این کار داده باشن. کار اعتماد زاده است. عنایت الله بخشی متولد فروردین ماه سال 1324 در طالقان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون اهل ایران است. سیمین بازرجانی همسر بخشی پس از ازدواج از وادی شعر و داستان به سینما و فیلمنامه نویسی روی آورد. فیلمنامه هایش دخترم سحر و خفاش و چاپ چند کتاب از نوشته های اوست. بخشی 3 فرزند دارد، 2 پسر و 1 دختر که متاسفانه تنها دخترش بنفشه در 25 سالگی به علت بیماری درگذشت. عنایت الله بخشی در طول فعالیت هنریش با بیش از 100 کارگردان عرصه نمایش همکاری داشته است و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نشان درجه 1 هنری دریافت کرده است. بخشی از بازیگران با سابقه تئاتر مانوس با تعزیه‌خوانی از جوانی و پیشینه بارزی در اجرای نقالی داشته است. او بازیگری را از سنین نوجوانی فرا گرفت. فعالیت در تئاتر از سال 1344 در گروه هنر ملی و کار در سینما را با بازی در فیلم آقای هالو 1349 به کارگردانی مهرجویی آغاز کرد. منو اینجاست؟ آره آقا پیش ما موندش دیگه. جانم من شب نمیرم پایین. باشه قدم یه چیزی هم ورده بیار. سپس در کنار کارهای هنری به نیروی هوایی نیز ملحق شد و با گذراندن دوره‌های آموزشی در آنجا به تدریس الکترونیک و زبان انگلیسی پرداخت. پس از 10 سال خدمت در نیروی هوایی به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و در اداره تئاتر بر کار نمایش تمرکز بیشتری یافت. در سال 1365 نیز با سریال مرد اول به قاب تلویزیون آمد. بخش قابل توجه آثار سینمایی وی مربوط به دهه 1360 سینما ایران و سالهای نخست دهه 1370 است. در سال 1398 او به همراه علی نصیریان و محمد علی کشاورز نخستین نشان سنگلج را برای فعالیت در عرصه تئاتر دریافت کرد. وی همچنین برنده آهوی بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از نخستین جشن سینما ایران برای مسافران و برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از 43مین دوره جشنواره فیلم فجر برای شاه نخ شد. از فعالیت‌های جانبی بخشی می‌توان به داوری 2مین و 3مین دوره جشن بزرگ سینما ایران در کنار دیگر اعضای هیئت داوران اشاره نمود. از نمونه آثارش تنگنا، تنگسیر، چه پدر سوخته شوهر تو بوده که چند نفر به خاک و خون کشیده و به خیال خودش در رفته. اگه زنده یا مرده‌شو پیدا نکنم سرخاب سفیدات میبرم. و گوزن‌ها را میتوان نام برد. 3 ماه اجاره من پس افتاده. قانون با منه. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای عنایت الله بخشی، او طی 6 دهه کار هنری در نزدیک به 180 اثر سینمایی، سریال و تئاتر رو در کارنامه خود دارد. وی همکنون در تهران زندگی می‌کند. ممنون میشیم که با سابسکرایب کانال و لایک ویدیوها از ما و این کانال حمایت کنید. تن سالم از هر چیزی با ارزش باید حفظش کرد.